دسته سروکاتیا انجمن نشتیمانی کردی لسوریه و پشداری اوفیسا پیوندی نشتیمانی و یا درو و نونرین انکسی ده دسته سیاسی ائتلاف اپوزیسیون سوریه ده هجمارک جوین الپی هف جه اجده تابی سیوی مه لحولره لدار خستن و روژا اینه داخویانی که لسر جوین خواه بلاف کر و گود جوین خواه ده روش عفرین روش آوای کردستان گوتو بیش کرن و بتندی شر و توباران کرنا ترکیه لسر عفرینه کو بسدان سویل شهید و بریندار بون و هجمارک مزنج گند و نافچه کردی هاتنه تک برن و بده 1000 ولاتین کرد جوان دوران کوچبر بون شرمزار کرن و داخواش جواکا ناف دولتی کرن دا کووی شری راوستینه و پارستنا سویلان بکه و چارەسەریya سیاسی جهری میره بکن. هر وها داخویانی ده داخواش پی دهاته کرن کو کریارین خواه ین هنجت ده ترکیه کو دستوردان و ایریشان بکه و شر خواه و گوهیزه کردستان سوریه. و سپاندنا ایدئولوژیک و سیاست خواه اتک آلی و آرمانچ کرنا انجمن نشتیمانی کرد و وفاداری چارەنویس خواه یان توی مایه و هر دم داخوازا یکبون هلوسا کردی کریه راوستینه. جوین آماجب سیاست پیاده کر کوره دار رژیم سوریه و میلیسین و درباس عفرینه ببه گومترسیه لسر پاشرو شاوی و مافی ملت کرد و دموگرافیا دفره دکه. هر وها رولا انکسی ده هفتیتنین به دولت خودی باندور و رخصنین مروویش و آلیکاریا سویان لعفرینه وریر کرن. جخالن سرکه ده جوینه ده پرسانا کوکین ده نوبرا انکسی و ائتلاف اپوزیسیون سوریه ده لسر عفرینه هاتنه گنگش کرن. تکازی لسر چارەنویسا ملت کرد لسوریه ده چارچوبه سوریه که فدرال ده سیستم که برلمانی دموکراتی دستوراوی مافی کردان لگوری پیمانی ناف دولتی اری بکه. گرنگیا جوینه کوب سروک مسعود برزانی را هاته کرن و پشتوانیا سروک و هلوستینوی و حکومت کردستان سوریه را هاته کرن.